أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از درس‌های نحو دو درس گرفتیم و حالا درس سیوم را به سمع شما دوستداران زبان عربی خواهم رسانید. آخرین درس ما و شما درس دوم درباره تقسیم کلمه یا تقسیم کلام و نشانه هر یکی از قسم‌های کلمه بود که گفتیم کلمه به سه قسم یا کلام به سه قسم تقسیم می شود: اسم می شود و فعل می شود و حرف می شود و هر یکی از اینها را علامتاش گرفتیم با تفصیل. اکنون امروز درس ما و شما درباره اعراب هست. باب الاعرابی، اعراب چی هست و همچنین قسم‌های اعراب رو میگیریم که اعراب چند قسم می شود و اقسام اعراب رو انشاءالله در این درس بیان خواهیم کرد. اکنون این اعراب این خاص علم نحو می باشد. علم صرف درباره اعراب یگان کاری ندارد، یگان دخالت کرده نمی تواند. حالا ما شما میبینیم اعراب یعنی چی. باب الاعرابی، باب درباره اعراب هست. الاعراب هو، معنای اعراب چی است؟ اکنون اعراب بیان میکند. میگه معنای اعراب تغییر اواخر الکلمی لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقدیرا. میگه اعراب اون تغییر یافتنی، تغییر یعنی دیگرگون شدن یا تغییر یافتن. ما شما تغییر میگیم یا دیگرگون شدن. تغییر یافتنی، دیگرگون شدنی. اواخر الکلمی یعنی آخری کلمه ها. لاختلاف العواملی، برای چی تغییر میابند؟ برای دیگرگون شدن یا برای مختلف بودن عامل. عامل آخری کلمه را تغییر میتید که داخلتی، عاملی که داخل شدگی است علیها بر همون کلمه، لفظا او تقدیرا، لفظی است همین تغییر یافتن که آشکارا ما و شما میبینیم، یا تقدیری هست که اون را ما نمیبینیم اما در تقدیرش تغییر یافتگی هست. اکنون این را بیان میکنیم یعنی چی. میگه اعراب تغییر یافتن آخری کلمه هست. بمانندی، خوب دقت دهید، بمانندی مثلا میگیم اللهم صل علی محمدین. اسم محمد را ببینید آخرش کسره گرفت، محمدین، اللهم صل علی محمدین. یا که مثلا میگویم رأیت محمدن، محمد را دیدم. رأیت محمدن، درجه آخری محمد نصب شد، فتحه شد. یا مثلا میگویم جاء محمدون، محمد آمد، درجه آخری محمد دمه شد. پس ببینید دوستان، یک کلمه محمد سه نمود تغییر کرد. برای چی؟ انمی اواخر الکلمی، انمی کلمه گفته مثلا مثال ما و شما در محمد، مثلا اللهم صل علی محمدین گفتیم، یا رأیت محمدن گفتیم، یا جاء محمدون گفتیم. ببینید چطور تغییر یافته است. انمی آخر انم تغییر یافتن وابسته به علم نحو است. علم صرف در این باره کار ندارد، علم نحو در این باره گفتگو میکند. میگه همین تغییر یافتن برای چیست؟ لاختلاف العوامل الداخلة علیها، برای گوناگون بودن
برای مختلف بودن عواملی که بر همون کلمه داخل شده است. مثلا که اللهم صل علی محمدین، برای چه محمدین گفتیم؟ برای پیش از محمدین حرف جاره آمده است که علا. درسی گذشته گفته بودیم که علا حرفای جاره 8 یا 9 تاش گرفته بودیم که اگر در اول اسم بیاد آخر اسم کسره میکند. علا حرف جاره است، محمدین مجرور کرد آخرش کسره کرد. یا مثلا میگیم عوامل داخلت علیه عامل داخل شده، مثلا که رأیت محمدن، محمدن برای چی منصوب شد؟ برای رأیتو در اولش در آمد. رأیتو عامل هست و محمدن معمول هست. و یا که میگیم جاء محمدون، محمدون برای چی محمدونش گفتیم؟ برای جاء عاملش است. جاء مجبور، کلمه جاء محمدون مجبور میکنه که باید چی باشد؟ محمدون بگوییم. اگر محمدن گفتیم غلطه. محمدین بگیم، جا محمدن بگیم، جا محمدین بگیم غلط است. باید، واجبه، لازمه که ما بگوییم جا محمدون. انا همین تغییرات میگه لفظی میشه. چطور در کلمه محمد ما و شما دیدیم، اما با تقدیری هم میشود. و مثلا جاء فتا، جاء الفتا، فتا، جاء الفتا، رأيت الفتى، مررت بالفتى. ببین فتا تغییر نیافت، در ظاهر لفظی تغییر نیافت، اما در تقدیرش تغییر یافتگی است که انشاءالله تقدیرا رو در درس آینده با تفصیل میگیریم. پس این هست معنای اعراب. این را در ذهنتون خوب جا کنید. فایده خواندن علم نحو هم همین هست. ببینید دیگر میدونید یک انسان بگه اللهم صل علی محمدن، میدونی غلط کرد، خطا کرد، زیرا که علا حرف جار است باید محمدین بگوید. یا بگه جا محمدین، میدونی غلط کرد، زیرا که محمدون باید بگد. صحیحش محمد جا محمدون هست. و علم نحو فایدهش همین است. ان شاء الله که کوشش کنید نیت‌ها را خالص کنید که الله به همین مقصد و مرام، به همین علم ما و شما را برساند و الله نصیب مان کند تا آخر درس گفته توانیم. خب این درباره اعراب بود. اکنون اقسام اعراب چند تا است؟ اعراب با تقسیمات دارد. اعراب اقسامش میگه 4 تا هست. و اقسامه اربعتون، اقسام اعراب 4 دانه می باشد یا 4 تا می باشد. رفع، رفع و نصب و خفض و جزم. این 4 تا است. رفع است یکم، دوم نصب است، سوم خفض است، چهارم جزم است. این کلمه را حالا شما همینطور از یاد کرده در یادتون ماند و بس. اما با رفع نایبهاش دارد، نصب نایبهاش دارد، خفض و جزم اینا نایب دارن، جای نشین ها دارن. رفع گفتم مثلا جا محمدون، محمدون میگیم فاعل است مرفوع. نصب مثلا رأیت محمدن، محمدن منصوب است، نصب است. خفض بمثل سلمت على محمدین، محمدین علی محمدین، این خفض است. جزم بمثل لم یضرب، لم یضرب آخرش جزم است، سکون است. انا اکنون همین قدر معلومات قطعی انشاءالله در این درس برای این اکتفا میکنیم و درس آینده اکنون رفع را خاص جای نشین هایش را، نایب هایش را درس میکنیم و درس بعدیش نصب و خلاصه هر یک اینها را درسی میکنیم تا اینکه در ذهنتون خوب بماند، زیرا که این بسیار مسئله مهم هست برای کسانی که میخوان علم نحو تعلیم بگیرن. فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. انا اکنون میگه اقسام اعراب 4 تا است، رفع و نصب و خفض و جزم است. اکنون چند تایی برای اسم است و چند تایش برای فعل است؟ یک اسم میتواند که رفع و نصب و خفض و جزم باشد یا یک فعل؟ نه، نمیتواند. اکنون همین را بیان میکنه فللاسماء. پس میگه اسم باشد، اگر ما گفتیم کلمه به 3 قسم تقسیم میشود، اسم و فعل حرف. انما اسم از همین اقسام اعراب میگه 3 تاش رو میگیرد، رفع میشود و نصب میشود و خفض میشود. چطوری که مثال آوردیم، محمد رو مثال آوردیم که محمدین، محمدن، محمدون 3 نمود شد. اما محمد آخرش ساکن نمیشود، زیرا که اسم است، اسم آخرش ساکن نمی آید. ولا جزم
ولا جزم فیها، و در اسم میگه جزم نیست. در اسم جزم وجود ندارد. مثلا محمد گفته جزم قطعی، یعنی سکون قطعی ایستادن در اسم وجود ندارد. اسم باید آخرش حرکت داشته باشد. انا در وقف میگوییم، در وقف یعنی حالت اسم، مثلا محمد میگوییم، اما در حالت اعراب رو ما در نظر داریم. در اعراب آخر اسم ساکن نمی آید. وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. اکنون میگه از فعل ها بگیریم، یا که حق فعل ها از این 4 تا رفع می شود. پس معلوم شد که اسمم رفع می شده، فعلم رفع می شده. مثلا یضربو، یضربو فعل مضارع مرفوع آخرش رفعه. و نصب می شده و مثل لن یضربه، و مثل گفتیم محمدن اسمم نصب می شود، فعلم نصب می شود. و الجزم، انا اکنون جزم خاص فعله، جزم خاص فعل جزم می شود. مثلا لم یضرب آخری فعل چه؟ ساکنه و مجزومه، جزم دارد. پس فعل فقط تنها فعل جزم می شده است. میگه ولا خفض فیها، در فعل کسره وجود نداره، خفض نیست. در فعل خفض وجود ندارد. انا اکنون خلاصه همین تقسیمات همین است که اسم رفع و نصب و خفض می شود، جزم نمی شود. و فعل باشد رفع و نصب و جزم می شود و خفض نمی شود. این را انشاءالله همین طور در دفتر نوشته، یا که همین چیزی که در همینجا در کتاب هست، در کتاب متن الآجرومیه، این را بگیرید و حفظ کنید و در ذهنتون جا کنید. انشاءالله در آینده ها براتون فایده های زیاد را خواهد رسانید. اگر میخواهید زبان عربی را خوب از خود کنید، پس حفظ کردن اینها بسیار مهم هست، زیرا که قاعده های برای درست خواندن عربی، درست فهمیدن زبان عربی می باشد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و تا درس آینده، تا درس 4، یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سربلند و موفق باشید و نیت را خالص گیرید برای رسیدن به حق و رسانیدن حق. بارک الله فیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.